من فربهتیش رضوانی از سلتیش هستم و با همکاری پلیس راهبر تهران بزرگ ویدئویی رو ساختیم که فکر نمی‌کنم پیشتر اتفاق افتاده باشه. ما در میدان ولیعصر تهران وقتی موتورسوارهای متخلف از سوی پلیس متوقف میشن، در یک تبلت بهشون ویدئوهای واقعی از لحظه مرگ موتورسواران متخلف رو نمایش میدیم. این داره خلاف میره. وای یکی دیگه بود. میشه نبینم؟ حالت بد شد؟ آره. تا حالا ندیدی این صحنه ها رو؟ موتور سواری کلاه نمیذاره، خلاف جهت میره، توی خط ویژه میره، تو مسیری دارید میرید که هر لحظه این اتفاق ممکنه پیش بیاد. حالا این الان نشه، فردا ممکنه پیش بیاد، هفته بعد. چرا گفتی نمیخوای تصاویر ببینی؟ کل روزامو به هم میریزه، تمام ذهن آدمو مختل میکنه، خیلی به هم ریخته میشه. به خاطر اینکه ما لحظه‌ای فکر میکنیم. به نظرم اصلا فکر نمیکنیم. بله درست. باز حداقل یه لحظه فکر میکردیم، همون یه لحظه ممکن بود نرم تو خط ویژه، همون یه لحظه ممکن بود که خلاف جهت نرم. بله درست. شما که دلشو نداری تصویر دیگران رو ببینی که این اتفاق براشون افتاده، چرا خودت یه کاری میکنی که در معرض همون خطر قرار بگیری؟ الان این دوست میپرسه که شما اینا رو دیدید؟ میگم ما سر این صحنه‌های تصادفات میریم و هر روز هم میریم. هر روز داره این اتفاقات تو این شهر میفته، تو سطح کشور ما میفته. یعنی چیز نیست بگم یه روز تعطیل بشه نداشته باشیم. متاسفانه اینقدر تصادفات موتور زیاد هست. خواهش میکنم که انقدر به هم ریختم این فیلم رو دیدم اصلا نمیتونم حرف بزنم. سخته، واقعا خیلی سخته. خواهش میکنم که رعایت بکنید و قبل از اینکه این حرف رو به دوستان خودم بزنم اول به خودم میزنم. تو اکثر مواقع رعایت نمیکنیم و فکر نمیکنیم و فقط میخوایم یه کاری رو انجام بدیم. من اینجا قول میدم که سعی بکنم که قول میدی دیگه نباید سعی کنی انجام بدی. بله حتما. قول میدم سعی میکنم یعنی دوباره میخوای تبلت رو بگیری تا آخرش رو نگاه کنی؟ نه خیلی سخته، باید رو خودمون کار کنیم جام سر. شما میخواید که مثلا پلیس به گیر نده، میری یه کلاه ارزون میخری، درسته؟ نه به خاطر پلیس چی نیست. من خودم یکی از بهترین برندها رو خریدم. خب و قبلا استفاده میکردم ولی به دلیل اینکه دیدم رو کور میکنه، یعنی من استفاده کردم میدان دیدت کاهش، میدان دید رو 100% کاهش. همه موتورسوارات تو دنیا کاسکت میذارن، میدان دیدش رو کم میشه. همین از آینه هایی که درست تنظیم شده و حرکت سر و گردن استفاده میکنن، چون یهویی خط عوض نمیکنن. میدونه کی میخواد بپیچه، میدونه کجا میخواد خط عوض بکنه، راهنما میزنه، مسیریاب داره. من خودم به شخص داشتم و استفاده میکردم ولی به دلیل اینکه چند بار نزدیک بود تصادف کنم به خاطر همین گذاشتمش کنم، ولی اشتباه کردم. ما اگر با شما تماس بگیریم دعوتتون کنیم توی دوره شرکت کنید البته رایگان که بهتون یاد بدیم چطوری آینه ها رو تنظیم کنید و کاسکت سرتون بذارید، شرکت میکنید؟ بله